و همچنین کاری که گفتم در سوهای تکنولوژی پرداخت برای حجم خرج و حرکت میکنیم که بیشتر جدا کرده شوند برای حالت بزرگی فروش تکراری و یک کار دیگری هست یک باید با امکان داریم با سوال شما جواب دیم و در اول میخواستم نواز رو با چرا خود سومانی میرفتد و میانی سومانی رو دوبار شکسته است میانی سومانی رو یگان اصلا نشکسته است و این سوها فقط برای سرگرم شدن نشود لیکن برای در اصل گیره مگر سومانی در حالت قدرت و بازار در حالت مطابق شده است و مانند دیگر اسباب‌ها اگر این خیلی گیریم ما همین سوال داده میتونیم چرا خوربی یورو نسبت به دلار قابل است چرا خوربی فرانک نسبت به دلار قابل است و مانند این برای همین این سوالی هست که این پروسسی در بحرانی که امروز در بازارهای جهان رفته است در کبیر جهان رفته است این همه افت و خیز همه سببش همین مطابق شوی و حالتهای نوی بازاری است وقتی که نرخ نفت تو 45 دلار فرو آمد این خواهید نخواهید در تمام دنیا و همه چیزها تاثیر میرساند یک خودی همون آدمانی که با همین بازار سر و کار دارن فرض کنیم خود امروز اگر ببیند که نرخ نفت وقتی فکر میکنند که پگاه خریدنش جایز است یا جایز نیست و اینجا مبلغ‌های کلان هستند که اونها میتوانند بازار رو البته با بازار تاثیر رسانند و برای همین لپیش‌های نرخ سودشوری این عاملی هست که در بازار تاجیکستان و یگان منافول این رو همبسته کرده نمیشه یعنی این تجارت است این بازار است و در بازار نرخ‌ها بالا میروند پایین میروند وابسته به خامنه‌های خود بازار